همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم 11 نفر بودند که پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را خانه‌دار شدند. اولین آنها حضرت خدیجه بنت خویلد و بهترین آنها. بعد از آن سوده بنت زمعه. بعد از آن عایشه بنت ابوبکر رضی الله عنه. عایشه رضی الله عنها دختر بودند. یگانه زنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم دختر خانه‌دار شدند این حضرت عایشه است و لا شک انها افقه نسائه صلوات الله و سلام علیه. حضرت عایشه فقیه ترین زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم و فقیه ترین زنهای امت. حتی کبار صحابه ها در یگان مسئله اگر برایشان نافهما شود به فتوای حضرت عایشه رضی الله عنها برمیگشتند. مفتی بودند رضی الله عنها و ارضاها. بعد از آن حفصه بنت عمر ابن الخطاب. حفصه دختری عمر ابن الخطاب. بعد از آن پنجمینش زینب بنت خزیمه رضی الله عنها، لیکن کم خانه‌داری کردند وفات کرد. زینب بنت خزیمه از دنیا گذشت. ام سلمه که در صحبت گذشته نامش گرفتیم. زینب بنت جحش که با نص قرآن الله تعالی نکاح کرده ماندگی است. و جویریه بنت حارث، این کس هشتمین زنی پیامبر صلی الله علیه و سلم. بعد از آن صفیه بنت حیی. بعد از آن میمونه ام حبیبه یعنی دختر ابو سفیان. بعد از آن آخرینش میمونه بنت حارث خاله عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما. الله تعالی از همه ایشان راضی باشد.